بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. عزیزان، خوبان، مهتران، هر جای دنیا که هستید، خدمت همتون عرض سلام و خسته نباشید و وقت بخیر دارم و امیدوارم که روز شاد و پرنشاطی داشته باشید. راستی شما چطورید با هدفاتون؟ هدف از زندگی فکر کردید واسه چی خداوند ما رو خلق کرده؟ چه هدفی در زندگیمون داریم؟ بله، هدفی که زندگی رو پربار میکنه، زندگی رو معنا میده، وقت با ارزش میشه، وقت کشی مطرح نمیشه. افرادی که به اصطلاح وقتای اضافی دارن نمیدونن چجور میگن ما وقتمون رو میکشیمش. خب این دلیل اینه که تو زندگیشون هدف ندارن. باید هدف رو مشخص کرد و در پی هدف بود. یه روزی آقا لاک‌پشته از هزار پا رو میدونید، همین حشره‌ای که 1000 پا داره. لاک‌پشت هم که بیچاره خیلی مشهوره به یواش راه رفتن، البته تو مسابقه از خرگوشه زد جلو. خب لاک‌پشت از 1000 پا پرسید که تو این 1000 تا پا رو چطوری ترتیبش میدی که هی به اصطلاح نیفتی یا به سر نشی؟ گفت که من هدفمو مشخص میکنم، به طرف هدف حرکت میکنم و بعدش هم پاها خودشونو ترتیب میدن. بله، وقتی هدف مشخص بشه زندگی به طرف هدف پیش میره، اما باید هدف باشه، هدفی باشه که ارزش داشته باشه، انسان واسهش زندگی کنه. هدف خوب رو خود ما مشخص میکنیم و از هدفهای بزرگ، از پروژه های بزرگ، از افکار بزرگ هم نترسیم. یاروی رفته بود ماهیگیری، یک عالمه مردم نشستن سر لب دریا دارن ماهی میگیرن. اینم قلابشو میندازه، هی میکشه بالا، یه ماهی تو قلابشه. قلاب میاره ماهی رو اندازش میگیره 1.5 وجب، اگه بیشتر بود میندازه باز تو دریا. ماهیای کوچیکو میذاره تو زنبیلش، ماهی بزرگو میندازه تو دریا. مردم دیگه ای که اونجا هستن هی سعی میکنن ماهی بگیرن، هیچی نصیبشون نمیشه. یکی دید بابا این چی دیوونه شده، چی کار داره میکنه؟ ازش پرسید آقا تو چیته؟ ما داریم اینجا ایستادیم که ماهی گیرمون بیاد، هیچ تو ماهی هی خلابت میندازی، یه ماهی میاد بیرون، بزرگا رو میندازی تو دریا، کوچیکا رو برمیداری. گفت اگه راستشو بخواید من یه ماهتابه کوچیک تو خونه دارم، ماهی که از ماهتابه‌ام بزرگتر باشه خب نمیتونم سرخش کنم، چیکارش کنم؟ میندازمش تو دریا. بله، افرادی که فقط نگاه میکنن که آقا ما امکاناتمون کمه، خب نمیتونن خودشونو با وضعی که دارن بسازن. اینجاست که نمیدونن چطور هدفشون رو مشخص کنن، یا از هدفهای بزرگ، از برنامه‌های بزرگ، از پروژه‌های بزرگ میترسن. نه، باید دونست که چطور هدف ساخت و هدفهای بزرگ، خیالات بزرگ، اهداف بزرگ و به طرف اونا حرکت کرد و اون همه چیز مثل پاهای 1000 پا خودشون رو به راه میندازن و ما به هدفمون میرسیم. امروز میخوام براتون قصه یک مردی رو بگم که حالا هر کسی که هستید شما میتونید این واسهتون مفید باشه. یک مردی که بیش از 700,000 نفر در به اصطلاح برنامه‌های ایشون شرکت کردند و از شاگردان ایشون مشهورند و به اصطلاح از شاگردان این شخصیت مشهوری هستند. بیش از 500 تا برنامه تلویزیونی بسیار عالی داره که الان روی یوتیوب خیلی هاشون هست و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. در بیش از 50 کشور جهان
رفت برنامه ها اجرا کرد. این کس کیه؟ بعد از این میان برنامه البته در مورد ایشون با شما خواهیم گفت، اما اون کسیه که بعضیا در موردش نوشتند ظرفشویی که دنیا رو تغییر داد. این کسی که ظرف میشست و باعث شد دنیا رو تغییر بده کیه؟ بعد از این میان برنامه این شخص رو برای شما معرفی میکنم که انشاءالله ازش درسها و اندرزها بگیریم. بعد از این میان برنامه در خدمت شما هستم. وصال حق، ارمغان همدلی و محبت که از علم و دانش برخوردار شده اند بدانند که آیات الهی حق و راستین و از سوی پروردگار توست و بدین ترتیب به آن ایمان بیاورند و دلهایشان برایش نرم و خاشع شود و بیگمان الله مؤمنان را به راه راست هدایت می کند. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان هر جای دنیا که هستید. بله، داشتیم از یک مرد میگفتیم، یک انسانی که گفتیم ظرف میشست و دنیا رو تغییر داد، انسانی که واسه خودش، واسه ملتش، واسه تاریخ شخصیتی شد. شخصیتی است به نام دکتر ابراهیم فقیه. دکتر ابراهیم فقیه قهرمان تنیس مصر، شخصیتی که تونست خودشو بسازه و تغییر تحولاتی در زندگی خودش و در زندگی اجتماعی جامعه و در دنیای امروزی به وجود بیاره. بله، دکتر ابراهیم فقیه زاده یک روستای گمنامی است در مصر، اما نخواست که مصر روستاش گمنام باشه، خواست که یک تغییر تحولات درستی به بار بیاره و بالفعل هم تونست. ایشون در تنیس مصر اول بود، بعدش رفت به مسابقات جهانی، در مسابقات جهانی در آلمان مقام آورد. اما خب میگفت که این تنیس واسه من چی میشه؟ من میتونم بازی کنم، پول به دست بیارم، مسابقات پیروز بشم فلان، اما آیا میتونم واسه خودم یه چیزی تو دستم باشه که وقتی میرم پیش خدام سرمو بالا بگیرم بگم خدایا من همونطوری بودم که شما میخواستید؟ وقتی میرم روی حوض کوثر پیامبر اکرم رو میبینم اونجا میتونم سرمو بالا بگیرم بگم یا رسول الله من اونطوری بودم که شما میخواستید یا نه؟ این بود که فکرش افتاد که من باید تغییر تحولاتی در زندگی خودم به وجود بیارم. رفت به کانادا و هدفش این بود که مدیر یکی از بزرگترین هتل‌های 5 ستاره باشه. وقتی رفت اونجا گفتن آقا این مدارکی که شما داری مدارک جهان سومی رو ما قبولش اصلا نداریم. شروع کرد به چی؟ در یکی از هتل‌ها شروع کرد به ظرفشویی، مثل خیلی از اندیشمندای ما که میرن به کشورهای غربی و کارشون رو از همینجا شروع میکنن. اما این مرد چی کرد؟ و اندیشمندای ما میرن اونجا واسه ظرفشویی تا آخر عمرشون هم ظرفشون میمونن. ایشون رفتن اونجا با ظرفشویی و با دربونی و با نظافت به اصطلاح هتل کارش رو شروع کرد و در کوتاه مدت تونست به اصطلاح مدیر یکی از بزرگترین هتل‌های اونجا باشه. مردی که 23 مدرک در تخصصات مختلف جهانی گرفت، مردی که 2 علم به نام علم قدرت توان انسانی و علم دینامیکی حالات عصبی رو خودش کشف کرد و به اسم خودش در جهان ثبت کرد. مردی که تونست از خودش، از زندگیش لذت ببره و امید رو در خودش و در جوانها بیدار کنه. ابراهیم فقیه بسیار بسیار مرد کوشایی بود و کتاب‌هایی نگاشت در چند زبان، در 4 زبان جهانی، عربی و انگلیسی و آلمانی و فرانسوی مهارت پیدا کرد و کتاب‌هاش میلیون‌ها نسخه به میلیون‌ها نسخه چاپ میشه و به زبان‌های مختلف ترجمه میشه.
ابراهیم فقیهی کسی بود که در روز جمعه 21 بهمن گذشته سال 1390 جان به جان آفرین تسلیم کرد و روح شاد و از این دنیا رفت. کسی که پس از خودش کتاب‌های مختلفی رو برای صدقه جاریه واسه خودش گذاشت. کسی که به اصطلاح CD ها، نواره ها، برنامه های مختلفی رو گذاشت برای آموزش و خیلی ها ازش درس ها آموختن. این مرد کسی بود که خودش با همت خودش، با جوون مردی خودش، با کار خودش تونست خودشو بسازه و واسه آخرتش یک توشه همراه خودش ببره و بتونه مایه فخر و افتخار ملتش باشه. کتاب‌های مختلف ابراهیم فقیهی به زبان‌های مختلف به اصطلاح ترجمه و پخش میشه و یک جمله بسیار زیبایی از ایشون اینجا من دارم، میگه از افرادی که سعی دارن آرزوهایت رو کم بزنن، همیشه تو سری بزنن، تو نمیتونی فلان، از اینها دوری کن. همیشه برو پیش انسان‌های بزرگ و شخصیت‌های موفق در زندگی که به شما بگن که نه شما میتونی، دستتو بگیرن شما رو بکشن بالا، نه اینکه تو سری بزنن بگن که تو چی کاره ای، تو چی کار میخوای بکنی، تو به کجا میخوای برسی. این بود ابراهیم فقیهی، کسی که چندها کتاب داره. کتاب 10 کلید موفقیت از کتاب‌های ایشونه، کتابی که میگه که قدرت‌های داخلی خودت رو زنده کن و تغییر و تحولاتی در زندگی خودت به وجود بیار. خب این ابراهیم فقیهی خیلی خیلی خدمت ها تونست بکنه. چرا؟ ابراهیم فقیهی از شکست خبر نداشت، چیزی به نام شکست رو قبول نداشت، اصلا از ناامیدی اصلا خبر نداشت، ناامیدی رو قبول نداشت. کلمه ناامیدی، کلمه شکست، کلمه نمیتونم، کلمه این که این کار مستحیله، امکان نداره، تو اصلا تو صداقتنامه ابراهیم فقیهی نبود. همیشه میگفت مثل امام شافعی میگفت که همتی همت الملوک و نفسی نفس حر تر المظلة کفرا، همت من همت مردان پادشاهان و شاهان، همتی همت الملوک، همت من همت پادشاهان جهان گشاست. ذلت و خواری رو مثل کفر میدونه و از اون بیزاره. ابراهیم فقیهی تونست در خودش کشف کنه و بدونه که خداوند اون رو آفریده و قدرت‌های زیادی رو خداوند متعال واسه اون در هر انسانی گذاشته. خداوند متعال قدرت‌هایی که در انسان گذاشته و پس از اون گفته ای انسانا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، کار کنید، تلاش کنید، خداوند و مؤمنان و پیامبرانش تماشا میکنن که شما چه موفقیت هایی رو به دست میارید و باعث فخر خودتون، باعث ساختن خودتون و آیندهتون میشید. ابراهیم فقیهی این قدرت ها رو در خودش، این خلاقیت ها رو در خودش حس کرده بود. ابراهیم فقیهی میگفت که در یکی از کتاباش هم اینو آورده، از یکی از اندیشمندان و دانشمندای بزرگ جهان به نام هاربرت از دانشگاه هاروارد آمریکا، که ایشون میگن که در عقل انسانی 150 میلیارد سلوله. از این در هر سلولی 1 میلیون سابزز هست و در هر سابززی 1 میلیون ذاکره و هوش. الان اگر ما میخوایم بفهمیم که چقدر هوش و ذاکره و قدرت در انسانه، 150 میلیارد ضرب 1 میلیون ضرب 1 میلیون کن، حالا ببین کجا میرسیم. تنها برای حساب سلولهای مخ 150 میلیارد ما نیاز به 5000 سال داریم که فقط 1-2-3 حسابشون کنیم. ببین چه خلاقیت ها، چه قدرت های خداوند متعال در ما گذاشته، در عقل بشری چه قدرت هایی رو گذاشته. اون قدرتی که اصلا در قرن گذشته، در نیمه قرن گذشته میگفتن که اندیشمندان به این نتیجه رسیده بودن که انسان 50% از قدرت های خدادادی مخش رو استفاده میکنه. یه دهه از این حکایت نگذشته بود که گفتن 10 سال بعد گفتن که نه ما اشتباه کردیم، فقط انسان 20% رو استفاده میکنه. بعد از اون یه مدتی نگذشته بود که گفتن که نه ما اشتباه کردیم، فقط انسان 10% رو استفاده میکنه. بعد از مدتی گفتن که در دهه 80 که فقط انسان 5% از این قدرت ها رو استفاده میکنه. در دهه 90 گفتن که نه فقط 1% ما استفاده میکنیم و امروز دارن میگن که نه ما اشتباه میکردیم.
انسان فقط 0.1% این قدرتی که خداوند در مخش گذاشته رو استفاده میکنه. ببینید چه قدرت و چه توانی رو خداوند در ما انسان‌ها گذاشته. اگر ما میتونستیم 15% یا 20% از این قدرت رو استفاده بکنیم، به کجا میرسیدیم امروزها؟ این همه تکنولوژی و این همه که الان من دارم با شما حرف میزنم، این ثمره 0.1%. حالا خودت فکر کن که چه قدرتی خداوند در ما گذاشته. چشم انسان 10 میلیون رنگو میتونه در یک لحظه از هم تشخیص بده. 18,000 بار چشم انسان در روز باز و بسته میشه و از ما هم هیچ به اصطلاح اجازه‌ای هم نمیگیره. خب این قدرت و خلاقیتی است که خداوند در انسان گذاشته. در بینی انسان میتونه 2000 بو رو در یک آن تشخیص بده و قلب انسان روزانه 100,000 بار میتپه و از ما هیچ هم اجازه ای نمیخواد. این خلاقیت ها رو باید در خودمون بدونیم. این قدرت ها رو خداوند در ما گذاشته که ما حرکت کنیم. اینها رو ابراهیم فقیهی به اصطلاح تشخیص میداد. این بود که راز زندگی ابراهیم فقیهی رو، راز موفقیت رو اگر ما بخوایم با هم ورق بزنیم، از فهم شروع میکردن. ایشون میگفتن فهم، بعد از فهم انسان به تغییر رو میاره و تغییر هم پله اول رشد و بعد از رشد هم شروع میکنه به موفقیت و شادکامی. این قدرت ها رو انسان باید در خودش حفظ کنه و خودش رو درک کنه و باید بفهمی که کلید موفقیت دست خودته. کسی دیگه تو رو نمیتونه تغییر بده. کلید تغییر دست خودته. بله، برنامه ما میتونه یک روحی در شما بدمه، اما این شمایید که تصمیم میگیرید که خودت رو عوض کنی یا نه. حرکت اولین پله موفقیت. از تو حرکت، از خدا هم برکت. همونطور که اول برنامه گفتم که هدف رو مشخص کن و به طرف هدفت حرکت کن و حتما نتیجه خواهی گرفت و افکار بزرگ تو دور ننداز. باز اگر بخواهیم از شخصیت ابراهیم فقیهی رحمت الله علیه بخواهیم یه درس‌هایی رو و اندرزهایی رو بگیریم، کلید موفقیت رو در ایشون میتونیم در همت بلندش ببینیم. انسان با همت حتما به هدف خواهد رسید. از تو برکت، از خدا برکت. و ایشون هر کاری رو میخواست انجام بده به خودش تلقین میکرد که من میتونم. بله، در انسان یک عقل باطنی هست. این عقل باطن رو اگر شما قناعت دادی که میتونید، حتما میتونید. اما اگر گفتی نه این سخته، مشکله، از دست من بر نمیاد، هرگز اون کار رو نخواهی تونست بکنی. چرا؟ خودت به خودت داری میگی که من نمیتونم. اون وقت انتظار داری که جسم، قدرت‌هات، عقلت با تو همکاری کنن؟ امکان نداره. پس بیا با خودت بگو من میتونم. الان اگر افراد این ور اون ور بهت کمک کردن که بهتر، کمک نکردن، ترمز زدن جلوی رود، صدرا گذاشتن، اون وقتی که زیاد بهشون اهمیت نخواهی داد و اونو خوب درک خواهی کرد که میتونی خودتو تغییر بدی با یک همت درست، با یک حرکت درست و همیشه به آیندت خوشبین باش. این خدایی که تو رو خلق کرده، این قدرت‌های بزرگ رو در تو قرار داده، میتونه تو رو بکشه بالا. اما اگه خودت بخوای، اگر خودت حرکت کنی، حتما به نتیجه خواهی رسید. و صبر بر سختی ها یکی دیگه از ویژگی های ابراهیم فقیه بود. روزهای بسیار سختی داشت. فقر رو، به تلخی فقر رو خیلی خوب چشید، اما وقتی هم بزرگ شد، هیچ وقتی که پولدار شد، ثروتمند شد، این روزها از یادش نرفت. ابراهیم فقیه وقتی که وفات کرد، مردم دونستن که ایشون خرج 140 خانواده رو میداد. بله، همون حدیث گویا و زیبای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، جانم فداش، که از پروردگار متعال روایت میکنند، میفرمایند که خداوند متعال فرمودند انفق علیک، ای انسان در راه خدا بده تا من به تو بدم. و ایشون دست و دلباز بود و همیشه میگفت که از مؤسسه‌های خیریه، از مؤسسه‌هایی که خدمت به انسان میکنند، به یتیمان میرسند، به فقیران میرسند، به مستمندان میرسند، از نیازهای اینها غافل نشید.
اینها رو کمک کنید و بدین صورت ابراهیم فقیه تونست که خودش رو بالا بکشه. همیشه میگفت که در مورد بزرگان، در مورد شخصیت‌های برجسته بخون، زندگی اونها رو بخون. همین کاری که ما داریم در قصه ها و اندرزه ها نصیحت ایشون رو گرفتیم و داریم اجراش میکنیم. در این برنامه‌مون ما میاییم شخصیت‌های بزرگ رو میاریم، زندگیشون رو ورق میزنیم تا بدونیم که رازهای موفقیت اونها چی بوده، تا خودمون رو بکشیم به طرف اونها و به موفقیت ها دست بیاریم. و ابراهیم فقیه وقتش رو هیچ وقت ضایع نمی کرد و ما هم نمیخواهیم وقتمون رو ضایع کنیم. در این قصه ها و اندرزها یاد گرفتیم که خودمون باید حرکت کنیم و خواستن توانستن است. بله، خواستن توانستن است. با این نصیحت همه شما رو به خدای منان میسپارم و از همتون التماس دعا دارم. خدا یار و نگهدار همتون.